یکی از این جانورهای الهام آمیز برای من همیشه دارکوب بوده که به این نکته که شما گفتی خیلی مرتبطه. دارکوب یه حیوان عجیبیه و اون اینه که وقتی که میره، نمیدونم دارکوب دیدی از نزدیک یا نه، وقتی که میره سراغ یه جنگلی، توی جنگلی سیر میکنه، لزوما نمیدونه که الان دقیقاً کدوم درخت رو بره سراغش و به همین خاطر یه سری حدسا میزنه که احتمالاً این درخت از اون درخت درست‌تر باشه. برای چی؟ دارکوب یکی از کارهای جالبی که میکنه وقتی که به درخت ضربه میزنه با نوکش، مرحلهش یک سری چیزا براش داره. ببین دارکوب تو ضربه‌های اولش که میزنه از زیر پوست درخت جانورایی که زیر پوست حرکت میکنن اون برمیداره میخوره. تو مرحله بعدی میرسه به یه سطوح دیگه، یعنی به یک سری غذاهای دیگه، به یک سری شیره‌های دیگه. همینجور اینقدر میکنه تا وقتی این حفره بزرگ میشه، این میشه یه لونه براش. و خیلی جالبه که هر مرحله براش یه هدفه. فقط این نکتهش خیلی زیباست. ببین دارکوب وقتی شروع میکنه، یکی از چیزای عجیبی که دارکوب داره اینه که خیلی وقتا میاد به این مرحله. فکر کن شما یه درختایی که دارکوب میزنه رو باید بری از نزدیک لمس کنی و ببینی که چجوری اصلا اینو میشه سوراخش کرد. و این ضربه دارکوب رو من دوست دارم صداشو گوش کنی، صدای عجیبیه. دارکوب مثل ترکیب برای من همیشه تو زندگی الهامیه از ترکیب یک مسلسلچی و تک‌تیرانداز. یعنی چی؟ یعنی اتفاقا اینه که تک‌تیرانداز نیست ولی یه هدف مشخص داره، مثل مسلسل دقیقاً به همون هدف میزنه و جالبیش به اینه که هر مرحله به یه هدف میرسه، فقط راهش رو ادامه میده. ولی نکته عجیبش میدونی چیه امیرعلی که به این مثال شما ارتباط داره؟ دارکوب خیلی وقتی لونه رو مرتب کرد، یعنی یه حفره زیبا رو تو درخت درست کرد، میذاره میره و این لونه رو خیلی از جانورهای دیگه منتظرن که دارکوب کارش رو تمام کنه و این لونه رو بهشون بده.